با اطلاع خدمات علاقه تاجیکستان شماری کاربران اینترنت در کشور به 800,000 نفر کم شده است. در این باره معاون رئیس خدمات علاقه تاتیانا خالمرادووا خبر داده است. این نماینده خدمات علاقه که از طرف این خدمات در نشست مطبوعاتی با ژورنالیستان صحبت می‌کرد گفت سال گذشته شماری کاربران اینترنت در تاجیکستان 3,800,000 نفر بوده است، اما الان این رقم به کمتر از 3 میلیون رسیده است. خالمرادووا بستگی کاهش استفاده برندگان اینترنت به سایت‌بندی در تاجیکستان را انکار کرده گفت که آن به بحران اقتصادی وابستگی دارد. در مورد سایت‌بندی خدمات علاقه چون هر وقت اطلاعی نداشته است. با گفته این مقام خدمات شماری کاربران تلفن‌های موبیلی هم در تاجیکستان از 6,400,000 به 5,200,000 رسیده است. اما این زمان در تاجیکستان صدها سایت با شمول فیسبوک، یوتیوب، آزادگان، پیامنت و غیره مسدود می باشند.